من هومن درخشنده تهران متولد شدم. پدرم نقاشی رو به من آموخت. 10 سالم بود با رنگ روغن آشنا شدم. بعد از اون وارد هنرستان شدم. به صورت حرفه‌ای این هنر رو ادامه دادم و کارهایی که الان می‌بینین طی 2 سال تلاشی که کردم به وجود اومده. من با نگاهی بی‌طرفانه و بدون قضاوت شخصی طرح سوالی کردم. تناقض میان هویت درونی و هویت بیرونی این زنان مفهوم اصلی این مجموعه هستش. هویت شخصی که تنها خود اون شخص و تعداد محدودی از نزدیکان اون ازش خبر دارن و در تناقض با هویت بیرونی و اجتماعی اون آدم. حقیقتاً هویت این آدم به چیه؟ هویت رسمیش که شناسنامه‌شه، توی شناسنامه اسم پدر، اسم مادر، محل تولد، تاریخ تولد و تعدادی عدد نوشته شده. این هویت رسمیشه. هویت غیر رسمیش چیه؟ آیا هویت این زن به پوشششه، به نگرششه، به محلی که تولد شده هستش؟ حقیقتاً به چیست؟ آدمایی که در شناسنامه با یک نام و در جامعه با چندین نام ظاهر میشن. این دقیقاً اون چیزیه که من بهش فکر کردم و نمیدونم تا چه حد تونستم توی این مجموعه اینو نشون بدم. برنامه این هفته همینجا تموم میشه. برنامه‌های قبلی ما رو میتونید در صفحه ما در سایت BBC فارسی ببینید. bbcpersian.com/tamasha. برای تماس میتونید به آدرس tamasha@bbc.co.uk ایمیل بفرستین یا به صفحمون در فیسبوک سر بزنید و از اونجا با ما در تماس باشید. تا برنامه بعدی.